سلام، من شقایقم. به یکی دیگه از ویدیوهای من خوش اومدید. تا حالا به این فکر کردی که اگه برمیگشتم به چند سال پیش، مثلا دوره نوجوانی، کاش این کار رو انجام داده بودم یا انجام نداده بودم؟ این حسرت ها معمولا از این میان که ما تو زمان درست به چیزایی که برامون مهمه توجه نمی کنیم. تو این ویدیو میخوام چیزایی رو بگم که اگه قبل از 30 سالگی انجام بدی احتمالش خیلی کمه که حسرت بخوری. پس تا آخر با هم بمون، چون حرفای خیلی مهمی دارم واسط. اولین پیشنهاد من اینه که یه هدف داشته باش، حتی اگه کوچیکه. هدف داشتن زندگی تو خیلی معنادارتر میکنه. لازم نیست یه هدف خیلی بزرگی هم باشه. حتی میتونه چیزی مثل یه زبان یاد گرفتن، آشپزی یاد گرفتن یا تموم کردن یه کتاب باشه. مهم اینه که بهت انگیزه بده و حس کنی یه قدم داری جلوتر میری و پیشرفت میکنی. مثلا ما یه کتاب بخون یا بخوای زبان جدید رو یاد بگیری، روزی 10 تا کلمه رو بخون. شاید کوچیک به نظر بیاد، ولی بعد از 6 ماه میفهمی چقدر پیشرفت کردی. دومیش اینه که خودتو کشف کنی، خودتو بشناسی. یکی از بزرگترین حسرت‌های آدم اینه که خودشو نشناسه. اینکه ندونه چی خوشحالش میکنه، چی ناراحتش میکنه یا حتی چی میخواد از زندگیش. تا قبل از 30 سالگی باید واقعا وقت بذاری خودتو بشناسی. یه دفتر بردار، هر شب یه سوال از خودت بپرس. مثلا امروز از چی خوشحال شدم؟ یا چی اذیتم کرد؟ چی ناراحتم کرد؟ همینا بهت کمک میکنه بهتر خودتو بشناسی. قبل از اینکه بریم سراغ مورد سوم، بچه‌ها لطفاً سابسکرایب کنید، یادتون نره. سومین مورد بچه‌ها خیلی مهمه. اینه که روی سلامت جسم و روحت سرمایه گذاری کنی یا ازشون مراقبت کنی. هیچ چیز به اندازه سلامت بدن و ذهنت مهم نیست. چرا که وقتی خراب بشه جوری نیست که بشه راحت درستش کرد. پس همین امروز یه قدم کوچیک بردار و به خودت توجه کن. یه روتین سالم پیدا کن، ورزش کن، بهتر و سالمتر غذا بخور و مدیتیشن کن و عادتهای خوب کلن بساز برای خودت و برای حال و روحیت وقت بذار. سفر برو. سلامت بدن و سلامت روح و مغز یه اثر مستقیمی با هم دارن. یعنی هر کدومو نادیده بگیری و بهش توجه نکنی، اون یکی هم آسیب میبینه. حالا چرا من این مورد سوم خیلی بولد کردم و میگم مهمه؟ چون که وقتی که تو سلامت ذهن و بدن رو داری، انرژی لازم رو داری، عزت نفس رو داری و خیلی چیزا پشت این سلامتی هست که تو رو موفق تر میکنه، به تو حس قدرت میده، پیشرفت میکنی و تا قبل از 30 سالگی خیلی به جای خوبی میرسی. ولی باید واقعا به خودت توجه کنی، از خودت مراقبت کنی و روی سلامت جسم و روحت سرمایه گذاری کنی. چهارمین پیشنهادی که من واسط دارم اینه که ریسک کنی و از منطقه امنت بیای بیرون. بزرگترین پیشرفت‌ها اونجای اتفاق میفتن که از ترسات عبور کنی، از اشتباه کردن نترسی و حتی اگه اشتباه هم کردی و حتی شکستم خوردی ازش درس بگیری و دوباره قوی شروع کنی. قبل از 30 سالگی بهترین وقته که از منطقه امنت خارج بشی و چیزای جدید امتحان کنی. مثلا از فردا یه کاری رو امتحان کن که قبلا به خاطر ترس از شکست یا عدم اطمینان ازش فرار کردی. ممکنه حتی یه قدم کوچیک باشه. مثلا توی محیط کار، توی جمع جدیدی وارد بشی یا یه پروژه‌ای رو شروع کنی که قبلا جرئت نکردی انجامش بدی. فقط یادت باشه ریسک همیشه به معنی خطر نکردن نیست، بلکه به معنی پیشرفت و یادگیری و عبور از چالش هست. پنجمیش اینه که وقت تو برای آدمای اشتباه تلف نکنی. باور کن آدمای اطرافت خیلی توی حال و آیندت تاثیر دارن، پس جدیشون بگیر.
آدمای اشتباه میتونن انگیزه و انرژی زندگیت رو ازت بگیرن. اگه با کسایی وقت بگذرونی که همیشه منفی بافن، ناامیدت میکنن یا حتی جلوی پیشرفتتو میگیرن، نه تنها زمانتو از دست میدی، بلکه ممکنه از مسیر درست زندگیت هم دور بشی. رابطه نه حالا رابطه عاطفی فقط، رابطه های عادی و دوستانه هم اینطوری میتونن باشن. رابطه های سالم باعث رشد و خوشحالیت میشن، ولی رابطه های ناسالم فقط خستگی و استرس برات میارن. حالا ممکنه که واسط سخت شده باشه و ندونی تصمیم بگیری که با کدوم رابطه ها تو کنار بذاری، کدوما رو کمتر کنی و کدوما رو واقعا نگه داری. به نظر من یه لیست از آدمایی که بیشترین وقت رو باشون میگذرونی در نظر بگیر، بعد فکر کن که هر کدوم از این آدما چه حسی بهت میدن. انرژی مثبت و انرژی بخشن یا انرژی گیر و انرژی منفی. اگه دیدی کسی بیشتر باعث استرس و ناامیدیت میشه، سعی کن به تدریج حالا فاصله بگیری و وقتتو باهاش کمتر بگذرونی. اگه بخوام این آدما رو مثال بزنم که هممون دور اطرافمون 1-2 تا حداقل داریم، اینه که اینا همونایین که همیشه سیگار به دستن، همیشه رو الکلن، همیشه روابط متعدد دارن و پشت این روابطشون خب کلی بیماریه و بعداً متوجه میشن و کلاً آینده اینا ندارن و ممکنه شما به خاطر خوش گذشتن و گنگ بودن و خفن بودنشون، حالا به قول خودشون، برین یکم جذبشون بشین، ولی هر چه زودتر روابطتون رو با اینا کمتر کنید بهتره. ولی اون آدما و رابطه هایی که وقتی پیششون هستی یه انرژی مثبت میگیری و بهت انگیزه میدن واسه رشد و پیشرفت، اونا آدمتن. اون رابطه های خوبی هستن و باید بیشتر باشون وقت بگذرونی. خب اینم 5 تا از کارهایی که حتما باید قبل از 30 سالگی انجامشون بدی که بعداً حسرتشون نخوری، بگی کاش که اصلا به این چیزا فکر کرده بودم، کاش انجامشون داده بودم. امیدوارم این ویدیو هم واسهت مفید و جذاب بوده باشه. ممنون میشم سابسکرایب کنی و بقیه ویدیوها رو هم ببینی. خداحافظ.